салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. имрӯз 21 июл ин мавзӯъҳоро дорем. эҳтиёт бошед, шуморо гӯш мекунанд. ва ё чӣ гуна раҳбарони даҳо кишварони ҷаҳон ҳадафи нармафзори ҷосусии исроилӣ қарор гирифтаанд. пайвандони Иззатамон барои раҳоии ӯ кӯмак хоста ба адолати додгоҳӣ дар Тоҷикистон умед мебанданд. ва дар ҳоле ки дар шимоли Тоҷикистон сокинони назди марзӣ барои мавзеъҳои аломатгузорӣ нашуда баҳс мекунанд, дар шарқи кишвар мардуми ду тарафи марз зиндагии осоишта доранд. ягон ҳодисе ба қайд гирифта нашуд ки маҳз дар чизе миллатчигӣ ба миён омадам онҷа. як таҳқиқот маълум кардааст ки телефонҳои президентҳоро ҳам ҷосусон гӯш мекарданд. дар миёни 50 000 рақами телефоне ки аз махзани маълумоти нармафзори ҷосусии Пегасуси ширкати исроилӣ фош шуд, хабарнигорон телефони президентҳо ва сиёсатмадоронро пайдо карданд. бовар меравад ки ин нармафзор телефонҳои ҳушмандро рахна карда аксу видео ва гуфтугӯҳоро ба ҷосусон медиҳад. ҷузъиёт дар гузориши Абдулло Ашуров. پس از آنکه که معلوم شد ده‌ها سران کشورهای جهان و رئیس جمهوران سابق هدف نرم افزار جاسوسی اسرائیلی پگاسوس شدند، تأثیر تحقیقات ژورنالیستی بین‌المللی عمیق‌تر می شود. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه، قاسم جومرت توقیف پرزیدنت قزاقستان، عمران خان نخست وزیر پاکستان در شمار 14 نفر سران کنونی و سابق کشورهای جهان قرار دارند که احتمال هدف برنامه جاسوسی NSO گروپ اسرائیل قرار گرفته است. این نکته را تحقیقات مشترک امنست اینترنشنال و 17 رسانه جهانی آشکار ساختند. سیریل رامافوسا رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، برهم صالح از عراق و شاهی مراکش محمدی 6 در فهرست شخصانی هدف جاسوسی قرار گرفتند. رقم تلفن‌های سران کشورهای جهان در میان 50,000 رقم‌های تلفنی پیدا شدند که باور می‌رود مشتریان شرکت NSO گروپ اسرائیل از سال 2016 این جانب به آنها توجه داشتند. مخزن معلومات عبارت از 50,000 رقم تلفن را شخصی نامعلوم به سازمان امنستی اینترنشنال و تشکیلات غیر تجارتی فوربیدن ستوریز فاش کرد. این سازمان ها در نوبت خود معلومات را بر رسانه های جهانی در میان گذاشتند که روز 18 ایول تحقیقات مشترک خود را نشر نمودند. طور از تحقیقات برمی آید نه تنها یک قطار رژیم های خودکامه بلکه حکومت های دموکراتی نیز از نرم افزار جاسوسی پگاسوسی NSO گروپ استفاده برده تلفن های هوشمند روزنامه‌نگاران، منصبداران و فعالان حقوق بشر را در سراسر جهان رخنه کردند. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. پیوندان ایزدامون حامی حقوق مهاجران بازداشت شده با نشر یک مراجعه ویدیویی در شبکه یوتیوب از مردم خواهش کردند که فریفته صورت حساب‌های دروغین با نام و نسب‌های غیر واقعی نشوند و مبلغ‌های خود را بیهوده صرف نکنند. محمد یوسف خولوف پسر ایزدامون روز 20 ایول با نشر نوار ویدیویی در یوتیوب از نام پدرش مراجعه نموده میگوید آنها بار نخست است که کمک خواهی دارند. همکار میرزانبی خالقزاد با نزدیکان ایزدامون صحبت کرد و این مسئله را در میان گذاشت. درود بر شما. و چرا نزدیکان ایزدامون مجبور شدند طریق شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنند؟ بله، طور نزدیکان ایزدامون میگن کار به جایی کشیده شده است که مردم به این صورت حساب‌های نامعلوم و دروغین باور کرده مبلغ گذراندند و زیر نوار نوشتند که 20,000 روبل، 15,000، 10,000 روبل گذراندند. و میگوید پس از بازداشتی پدرش، هنوز از زمان بازداشت پدرش و به دوشنبه انتقال داده شدنش، چون این نوارهای نسخه برداری شده و دروغین در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی پیدا شدند. وقتی همکارانش در مسکو برای پشتیبانی ایزدامون در کانال‌های خود حرف می‌زدند، پس از چند روز با نام همون کانال سوء استفاده شده با گذاشتن صورت حساب مبلغ طلب می‌کردند. محمد یوسف خولوف روزی چهارشنبه یک نوار به رادیو آزادی فرستاد و سبب مراجعت کردن و پیشنهاد کردن صورت حساب را شرح داده است. ما هر کاری که از دستمان آمد، خوب بعضی برادرها کمی هم باشد کمک کردند. خوب حالا هم با ما کمک لازم است. ما لازم داریم کمک های شما ده. از شما میnnتداری بار دیگر میکنیم که با ما کمک کردید. ولی ما آن مبلغ نهایی را منتظر ماندیم که مبلغ نهایی معلوم شود و ما بعدا به شما مراجعت کنیم.
دوستانی کل در نشست خبری اخیرش گفته بود که تا آخر همین ماه نهایت پرونده عزت امان به دادگاه فرستاده می شود. آیا واقعا چنین است؟ ببینید در حال حاضر پرونده از طرف مفتشان وزارت کار داخلی تحقیق می شود و مهلت بازداشت پیشکی او دوباره دراز کرده شده بود. روز 25 ایول یعنی بعد چند روز به پایان می رسد. محمد یوسف پسر عزت امان میگه که ادوکات به او گفته است که تفتیشات پرونده به انجام رسیده است و عریضه دیگر هم از طرف ساکنان وارد نشده است، ولی هم مفتش پرونده و هم وکیل مدافع در صحبت‌های تلفنی با ما با شنیدن سوال درباره پرونده عزت امان خودداری میکنند. پسر عزت امان میگوید بعد انتقال پدرش به بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه تاجیکستان امکان روبرو صحبت کردن با او را نداشته است و تنها به طور خطی از وی پیام میگرفته است. دادستانی کل مبلغ قرض عزت امان را 630,000 روبل نشان داد، ولی نزدیکانش میگن بیش از 1 میلیون روبل است و آماده هستند پردازند. پیوندان عزت امان به طور دقیق از ارسال پرونده به دادگاه نمیدانند، ولی امیدوار هستند در آخر همین ماه این پرونده فرستاده شود. تشکر برای صحبت. من یادرس می شوم که عزت امان رهبر مرکزی توجیکان در مسکو و یکی از حامیان حقوق مهاجران روز 25 مارت در روسیه ناپدید شد و بعدا در تاجیکستان پیدا گردید. وزارت کار داخلی او را به بازداشتگاه موقتی خود کشاند و در نسبت او با جرم قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز کرد. رئیس کمیته اداره زمینی تاجیکستان میگوید تاجیکستان و قرغیزستان در رابطه با علامتگذاری مرز تبادل زمین انجام ندادند. عارف خوجازاده که عضو گروه علامتگذاری مرز با قرغیزستان میباشد روز 21 ایول در حضور خبرنگاران گفت عوض زمین نشده است. علامتگذاری مرز تاجیکستان و قرغیزستان یکی از مشکل‌های اصلی در روابط دو کشور میباشد. در عین زمان طور معلوم میشود مقامات تاجیک در موضعی که ماه اپریل امسال بر سر آن زد و خورد شده بود دوربین مشاهدوی نصب کردند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. مقامات شهر اسفره میگن اول این ماه در موضع نزدیک به مرکز آب تقسیم کنی معروف به گلونا یک دوربین مشاهده نصب کردند. 3 ماه پیش نصب چنین دوربین باعث درگیری ها در این منطقه مرزی تاجیکستان و قرغیزستان گردیده بود. بهاءالدین بهادرزاده شهردار اسفره روز 19 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که این نوبت دوربین را نه در ستون بالای پل آبگذر بلکه در فاصله کمی بیشتر از 10 متر از آن در تنه درخت چسباندند. نصب دوربین ازش تعییناتش برای چی مفید؟ برای نظارت، برای یک مشاهده کردن، ترتیبات نگاه کردن. دوربین این سرحد معین نمیکنه. لکن اون مسئله گلوانایی بود حالی هم خیلی که ما معین که دیگه بودیم موقع خودمون از روی همون سازشنامه چی میگیم شرطی و پورگی از دو طرف رعایت شده ایستاده. روز 19 ایول وقتی به این منطقه برای نوارگیری رفتیم نظامیان تاجیک با مسائل امنیتی نگذاشتند جای نصب دوربین را به نوار بگیریم. ولی در عکس‌هایی که دسترس رادیو آزاده شد دیده می‌شود که کامera به یک درخت بید بسته شده است. مقامات تاجیکستان درباره در چه شرایط کامera را انتقال و نصب کردن قبلا معلومات نداده بودند. در حادثه سنگزنی روز 28 اپریل هم کامرای طرف قرغیزستان و هم کامرای تاجیکستان خراب شده بودند. چند پیش گروه از جوانان جماعت چارکوب با مراجعت به پرزیدنت تاجیکستان و مقامات امنیتی کشور از کوچانیدن دوربین مشاهدوی اظهار نگرانی کردند. این مراجعتنامه را همزمان به شهردار اسفره سپاریده و در شبکه‌های اجتماعی نشر نمودند. آنها گفتند این عمل در نتیجه گفت و شنید دو طرف به میان آمده است. اینجا به طریق گفت و شنید کارهای فهمان داده شد که حدودی ما کنیم. حدودی ما و برای نظارت به بی‌خطری ما اون کامراهای نصب کرده میشه و کامراها به جای معین شده نصب کرده شده. ولی مسئولان آب تقسیم کنی جانب تاجیکستان میگن حالا برای نظارت معیار بیمانع به جانب آب انبار میروند و طبق نشان داد آب جاری شده ایستاده است. سیم دکا داشتم حق قرغیز 22.3%. همین از روی نشان داد تنگ ورخ ماها همین 22.3% سکر داشت. مجد جغ میزنیم و نمایشی جغ میزنم ماها دستمانک میکنیم نرمش میمونیم میریم. یک روز با 4 بار 5 بار میبینیم.
دریایی که از آن آب به زمین‌های کشاورزی تقسیم می‌شود جانب تاجیکستان دریای اسفره نام می‌برد و جانب قرقیزستان آقسو می‌گویند. درازی آن 107 کیلومتر است. به قول مسئولان خواجگی آبیاری شهر اسفره موافق سند بین دولتی سالهای 1980 1982 که آن وقت دوره شوروی بود، طبق تقسیمات از دریای اسفره به جانب قرقیزستان برای 7900 هکتار زمین کشاورزی به جانب تاجیکستان 21300 هکتار معین کرده شده است. همزمان به ناحیه به شرق جمهوری ازبکستان نیز به مقدار معین تقسیم آب مقرر شده است. شغل اصلی ساکنان مرزی شهر اسفره کشاورزی است و آبیاری زمین‌های کشت مسئله حیاتاً مهم برای حاصل خوب به دست آوردن و زندگی کردن است. محدودیت به دسترسی آب زود باعث به تنش ساکنان دو جانب می‌شود که بعضاً با خونریزی و تلفات جانی می‌انجامد. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند، ولی حل نشده ماندن مقام 504 کیلومتر سرحد سالها باز به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. از جمله در مناقشه روزهای 28 و 29 اپریل امسال از دو جانب 10 نفر کشته و صدها کسی دیگر زخمی شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اسفره. در حالی که در شمال تاجیکستان وضع پیچیده است و مقامات تاجیک و قرقیز تلاش دارند نافهمی‌ها را برطرف کنند، این بیگو-مگوها در شرق تاجیکستان که هم‌مرز با ولایت اوش قرقیزستان است به مناسبت ساکنان دو طرف تاثیر نرسانده است. فقط اینکه بسته شدن مرزها دیداربینی نزدیکان را مشکل کرده است. این زنی بازنشسته قرقیز برای نبیرش کار میکند. توفه بهتری رو جز این قلین دستباف در روز عروسی نمی‌بیند که باید به قرقیزستان برده شود. زندگی اولانچاچ کلیلووا در تاجیکستان ولی خاطرات جوانی و عزیزانش در قرقیزستان مانده است. برخی فرزندانم بیکارند. اکثرشان در قرقیزستان زندگی و کار میکنند. خودم از ناحیه چونالای قرقیزستان هستم. در تاجیکستان شوهر کردم. قراقل در بلندی بیش از 4600 متر از سطح بر در ناحیه مرغابی تاجیکستان است. اهالی 751 نفرش قرقیز است که همه آنها مثل اولانچاچ وابستگی زیادی از قرقیزستان دارند. این مرد قرقیز تبار در ناحیه مرغابی تاجیکستان به دنیا آمده است. برادرانش به قرقیزستان رفتند ولی او و خانواده‌اش اینجا مانده اند. با شنیدن بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مردم را به زندگی آرام و آسایشته دعوت می‌کنند. همسایه نزدیک نباید به چشم بد نگرند، باید با خوبی ها نگاه کند. ما مردم مرغاب عصرها زندگی میکنیم ولی در ما عملی بد نبود. در گذشته خوب زندگی کردیم. خدا خواسته باشد آینده خوب و دوستانه زندگی میکنیم. مردم حتی افسانه های ما را میداند. خیلی خوش و دوستانه زندگی داریم. قرقیزها در ناحیه بلندکوهی چاروادار هستند. همیشه زندگی آسایشته داشته‌اند ولی بحث‌های مرزی و سرد شدن مناسبت دو کشور به زندگی ساکنانش تأثیر کرده است. ناحیه مرغاب حدود 1000 کیلومتر از دوشنبه مسافت دارد. مقامات این ناحیه میگوید که بحث‌های مرزی اگرچه ناراحت کننده است ولی به مناسبت تاجیکان قرقیزهای ناحیه تأثیر نکرده است. تو به حالت امروزه یگان حادثه با قید گرفته نشد که ماس در چیز ملتچگی با میون آمدم اون جنگ این خیلی نبود است. برعکس تاجیکو رفت هستند از اویله قرقیزو مثل زن گرفت هستند. خب قرقیزو رفت هستند از اویله تاجیکو زن گرفت هستند. خب یو برعکس شوهر کردند. بینندگان عزیز این مطلب آخری برنامه امروز است. تشکر که ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش‌های دیگر رو چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش‌های ویدیویی و نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشوند. یادتان نرود که فردا شما رو با خبرهای نو انتظار خواهیم بود. خدا را احتیاط کنید و خدا نگهدار حرکت.